مقامات فرمانداری امام‌صاحب از توابع استان قندوز در شمال افغانستان خبر دادند که نزدیک به 200 نفر از جنگجویان خارجی در قلمرو این منطقه تجمع کردند که 40 تن از این افراد شهروندان تاجیکستان می باشند. با گزارش پایگاه اطلاعاتی ایتسانیوز، امام‌الدین قریشی فرماندار این منطقه گفته است که تجمع این تعداد جنگجوی خارجی در مرزی مشترک افغانستان با تاجیکستان نه تنها تهدید علیه این کشور بلکه تهدید برای تمام جمهوری‌های آسیای مرکزی می باشد. وی تاکید کرده است که بر اساس گزارش خدمات امنیتی ملی افغانستان، شهروندان تاجیکستانی در ترکیب این گروه طالبان اساساً کار مینه‌گذاری در مرکزهای مهم را بر عهده دارند و فرد به اسم مصطفی تاجیکی فرمانده آنان است. این مقام دولتی افغانستان مدعی است که شهروندان تاجیکستانی این گروه به طالبان اصولهای در ساخت مینه‌های مختلف و طرز کاربرد این تجهیزات را آموزش می‌دهند. از دیدگاه امام‌الدین قریشی، این جنگجویان در داخل قلمرو تاجیکستان پایگاه دارند و هر زمان نیروهای دولتی افغانستان اقدام به اخراج آنان کنند به این مرکز که در مناطق جنگلی مرکز مشترک دو کشور واقع شده است پناه میبرند. اما محمدالله خواجه، سخنگوی فرمانده نیروی مرزبانی تاجیکستان، بارد این ادعا گفته است که در قلمرو این کشور هیچ گروه تروریستی پایگاه ندارد و اوضاع در مرز مشترک با افغانستان تحت کنترل می باشد.